وقتی از کار به خانه می آمد می پرسیدم پدر جان خسته هستی؟ می گفت نه جان پدر. وقتی به فکر فرو می رفت می پرسیدم پدر جان مشکلی داری؟ می گفت نه جان پدر. وقتی سر دسترخوان می نشستیم و او به من میوه را دراز می کرد می پرسیدم پدر جان تو نمی خواهی؟ می گفت نه جان پدر. وقتی به بازار می رفتیم او بار سنگین را می برداشت. می گفتم پدر جان برایت سنگین نیست؟ می گفت نه جان پدر. وقتی عید می شد برای ما لباسی نو می خرید اما خودش لباس کهنه را به بر می کرد. می پرسیدم پدر جان چرا برای خودت لباسی نو نمی خرید؟ می گفت دوست ندارم جان پدر. روزها گذشتند، ماهها گذشتند، سالها گذشتند، بزرگ شدم، پخته شدم. یک بار فهمیدم که بدنم خسته میشد، مشکلی داشت، مریض بود، بار زندگی را به زور میبرداشت، استراحت را دوست میداشت، لباسی خوب پوشیدن را دوست میداشت، خوراکی با مزه را دوست میداشت. اما به خاطر ما دروغ گفت تا ما خوش باشیم، به خاطر ما نخورد نپوشید، به خاطر ما نه سرما گفت نه گرما، شب و روز کار کرد زحمت کشید تا از دیگران خفا نباشید. به خاطر ما مویهای سرش سفید گشت پیر شد. ما باید به قدر این همه زحمت های پدر